دوست دیگری گفتن سال 1402 تمام سرمایه زندگیمون رو جمع کردیم دادیم یه واحد مسکن مهر خریدیم تو پردیس، شهر جدید پردیس. از شرکت عمران پردیس هم که مال وزارت راه و شهرسازی دیگه استعلام مکتوب تاریخ تحویل ملکم گرفتیم. شرکت عمران اون زمان 1402 گفت اصلا آماده تحویله. بعد خریداری و دیگه اسناد و اینا که ثبت شد معلوم بود که اصلا ملک در مرحله تحویل نبوده. وقتی رفتن علت رو پرسیدن گفتن نه ما اون موقع گفتیم که این رزومه امسال رو پر بکنیم، بگیم مثلا ما 400 اینقدر خونه تحویل دادیم. یعنی چی؟ شما کار خودتون رو میخواین خوب نشون بدین میایین سر مردم کلا میذارین؟ 1403 اینا رفتن سامانه بازرسی شکایت کردن و اونجا گفت خب واحد آماده تحویل نیست و آخر 1403 بیا ببر. الان آخر 1404 هم تحویل ندادن. یه واحد. حالا ببینید سر چند نفر یه همچین اتفاقی افتاده و یه همچین گرفتاری درست کردن خدا میدونه. حالا یکیشون اومده داره پیگیری میکنه و میگن هیچ کدوم از مدیران شرکت عمران پردیس جوابگو نیستن، عین خیالشون هم نیست و اهمیتی نمیدن که ما همه پولامون رو دادیم به اینجا الانم مستاجر موندیم. اینم که قیمت خونه هاست. خب بله وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران پردیس باید پاسخ بده که برای چی 2 ساله داره الکی مردم میدونه. البته که من اینجا مدارک کاملی هم دارم از پرداختایی که انجام دادن و پرونده‌ای که براشون صورت گرفته. اگه دوستان خواستن این متن شکایتشون در سازمان بازرسی هم هست. اگه لازم شد که پیگیری میشه انجام داد. شماره تلفنشون هم موجوده.